سلام. بیدار شدم تو لکم، یه 2 ساعت خوابیدم. حال مالم میزان نیست حقیقتا. آره ساعت 7 حاجی رفته لک، منم فردا میرم. میخوام رویز آتیش کنم برم پارک بشینم. سلام. برم میرم با این رویزه، میخواستم با لامبورگینیه برم. حقیقتا یه چرت زدم، اعصابم کیری شد بیدار شدم. آره یه چرت زدم بیدار شدم، حالم بد شد آجی. اونا من اونجام، اونا من کسخل اونجام، اونا چی این کسکش نره خره رفته خریدی آوردی انداخت اینجا. از شو کسکش صاحب دیگه بابا. کسافت. آخه اصلا ماشینی خورد است، خدا رو شکر. وای ماشین نگاه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زن شیطون گاییدن دیگه. به شیطون میخوام فوش بدم فاز نگیرین دیگه. بددهنه خوشدهنه. نه میخوایم به بچه های کوچیکی یاد بدیم برای شیطان دعا کنن. باید بگی زن شیطون گاییدن یاد بگیره بچه. از بچه چی رو باید یاد بگیره آبجی؟ چی رو باید بچه یاد بگیره؟ بیا این بچه بگو در این ماشین داییشون بگو در اینجاست. اینا هانی جان، هانی رامبود عزیزم، جیگرتو من برم، خوشگل من، هانی جونم، جیگر طلای من. هانی جان این ماشین رو چون چند بار تو هادی جان قهرمان جهان شدین مستر المپیا، من این ماشین کجاست این چراغش؟ هانی جان من این ماشین رو حقیقتا خریدم به خاطر ایوژن آبی داره اینا. هانی جون منی به خدا. هانی تو دوست دارم هانی جون دوستت دارم عزیزم. آپتیم میدونه من تو رو چقدر دوست دارم به خدا قسم. میخوام بیام اونجا پیشت، میخوام بیام دالاس. نه ورزش نه، بریم 2 تا پیک بزنیم. با ورزش یه 40 سالگی با من. هانی جان یکی به من مثلا پار 2 تا اضافه بگی بزن، باید من اونجا زد و خورد کنیم بعدن، چون من دنبال مسابقات نیستم که. آره دیگه هر کی در رشته خودش دیگه. هادی هست، آپتین هست، هزاران تا قهرمان هستم، بهروز هست. آره بابا من داداش همین فیتنس هستم. الان کجا دارم میرم آجی؟ الان خدای کجا دارم میرم؟ برم یا نه بعد پیاده شم؟ الان دیگه سوار شدی دیدی ماشینه دیگه، بیا ستاره و پتاره و دیگه نرو، خراب میشه ماشین، خراب میشه آیسان خدایی میگم. بعد کدوم کسکشی آخه پشت رویز آخه خار کسه؟ تو مگه خلافکار ال سالوادوری آخه این قیافه رو برای خودت آماده کردی؟ دیگه داشت من همینم دیگه داداش. من داشت دیگه ببخشید پشت رویز حالا هر کی هر جور میخواد بشینه به من هیچ ربطی نداره. من اینجوری حال میکنم دایی. من گنگستر عامل مبرار. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو پروردگار و خدایا 100,000 مرتبه شکرت. ای خدای بزرگ مرسی که بچه که بودم توپ من افتاد خونه فخری خانم اینا. مرسی که تو یه کاری کردی که من بیخیال توپ شم، چون وگرنه شوهر فخری خانم خواهر منی میگویی. آکن کسکش فوش نده و چرا فوش میدی؟ یا برادر کسکش با خودم بودم، فوش دادم، کسکش با خودم بودم. تکر برادر تکر. آره من یه کسکش گفتم با خودم بودم. آره این دختر سیاه ها رو نگاه کن، الان رویز میخ میشم، منم میخوام کیری بازی در. بعد قیافه منو فقط نگاه کنیم. برگشتم نگاه کن قیافه اینا رو میدونم من چی نگاه میکنن. الان میگن این کسکش پشت رویز اینجوری دیدی با رویز بکن با این لوک اومدم با اون آرم جلو، بعد اینجوری بودم تا آخر. اینا رو نگاه میکردم. چیکار کنم خب بابا حال ندارم ما جان. اصلا کجا داریم میریم؟ من کجا دارم میرم؟ خارکوس تهران نیست که بندازی شریعتی جنوبی به سمت غلام غرب، اونجا 2 تا شماره شیشه رو بدم پایین. فکر کنم ایرانی مخ بزنم. سلام خانم. ما هم دیگر اون موقع من اینجوری جای هم دیگر دیدیم.
همین دور و بر زندگی میکنین؟ نه. همدیگر رو دیدیم باز میگه نه. مطمئنی؟ آره نه ندیدیم همدیگر رو. خب میگم میخواین شماره منو بزن بجا وایسادم. نه کیره خر بگیر دیگه لوس. این با تو خارج اینجوری باید صحبت کرد، تو آفریقا آره اینجوری. من ولی کلید میکردم شما موقع سرالتر بود قیافه من. آره الان خیلی چیز شدم. این بچه های تئاتر بود، تئاتر آره مال نوید. ابرو رو کوتاه کردم یه ذره، خارکوسه نزدیک بود بزنم. این چیه پکره؟ از این چیز چشه دیگه، از این چیزای چش، آشغالای چش دیگه. آره مال شما میدونم سکه بهارآزادی میاد بیرون آخه. بیا فرمونه حالا روی خدا رو کم بخونم. ببین تخم هم نیست دیگه، با مردم هستن خدا مودا چیه با. برو بابا کسخل، برو بابا. ای خدا رو گیریم کسگیش آوردم. شوخی کردم، مسخره لوس کردم که به تو پناه بیاورند. برو به سمت چین دیگه. من امشب ول بکن، من امشب جوجه دارم. آره حالا امشب برنامه من چیه؟ امشب 1 ساعت دیگه یه دوست من میاد، خوشگل ترین دختری که بود توی دنیا هست. آره وای فکر کن الان یه سری هم متأهل ایران که متأهلن الان تازه احتمالاً که کینکورد کرده سمت شوهر رو، اصلا شوهر انگار مثل یه سگ پودل اون بغل خوابیده. یه سری هم که خب نرمال هستن. اینایی که خارجن وای. من الان با روی دور منو میزنم، میوه های بهشتی و انگور و خوراک گوسفند نگاییده و ران گوساله درنده و بیا سوار شو خارکوسه، بیا برو سوار شو کسکش. مگه نبینی رجال مازندران پشت فرمون تو با این شلخر قاطر داری من سوار میشی آخه. این ماساژور داشته اینا، ماساژور بزنه. بیا خودم هم داداش دیگه. این منم کس خارم، این منم خارکوسه، این منم. چی کردی این تویی؟ چی کردی برادر؟ دنبه تو چی انقدر بابا میکنی؟ من این منم اون منم. بابا جان ادعا نکنین مردم بدشون میاد، مردم خوششون نمیاد. با مردم نباید زیاد منم. بابا کسخل گوش کن، گوش بده. 2 تا بنز مثل هم دارم. این ماشینم اونجا پارک، مردم دارن چرتکه میزنن. من چند بار اینو سوار شدم. چرا یارون نمیگه کسکش آیسان اسلامی تو مگه این برای چی نمه؟ چرا نمیگن؟ به خاطر اینکه ادعا ندارم. حالا تو پراید جای بنزین معمولی بنزین سوپر بزن ببین مردم چه خاری به نسبت از آدم میگن. تو پراید جای بنزین معمولی سرشینه رو بنزین سوپر بزن مردم کونتو پاره میکنن. چرا من هرچی میخرم مردم اونجا من دوست دارن؟ بخر بابا جان. من کیه مملکتم؟ این شماره هایی که هست برین نگاه کنید. این نوشته ها عشق و محبت مردم. تو عمرم نگفتم نه برای من کامنت بذارین، نگفتم لایک کنین، نگفتم تو یوتیوب برین. کسیه این اوف عجب باری خارکسته داشت. واه کونه گرد خیلی قشنگه. داداش من اصلا مهم نیست برای من کی چی فکر میکنه. آیسان چرا گفت داداش باید عادی بشه. برای چی یکی رد میشه باید همه هیز باشن؟ خب کونه دیگه چی هست داداش؟ یکی قدش بلنده، یکی گردنش کلفته، یکی گردنش نازک، قلبش بلنده. اینم کون. من چی بگم داداش؟ من سلام. ای بابا ایرانی هم. حال شما خوبه؟ زنده خوبه؟ این سلام. همیشه میگم من دوست دارم آقای ایسانو ببینم. ما نوکر شما کوچیکتم من. زنده باشی. یه خانم ایرانی و دخترش بود. دخترش بود مامان آبروی ما رو بردی. نه عزیزم دایی شما اوکی هستش. 10 سال 11 سال برای این صحنه خارکوسه 11 سال برای این صحنه کار کردم. حاجی میدونه که وقتی میام دیگه اینجا دیگه بزنن گاراژ خارکوسه دیگه. یعنی بزنن گاراژ دیگه. همینجوری هم دوست داشتم. یه کت شلوار خریدم آبی، یه دست آبی. آره 2 دست کت شلوار خریدم ولی هیچ وقت نپوشیدم. همینجوری لات لوتی دوست دارم. آره این کفش فردین پوشیدم. اینا خیلی قشنگه. اینا مردم اینجا برای خودشون نشستن دیگه. اونجا و اینجا و آره میبینی
اینا نشستن، ولی چیزی که هست آیسی اصلا حال و حوصله که برم تو این شلوغ، اصلا بیرون اینا رو نگاه میکنم داره خوش من میگذره. اینا رو متعلم کسخولن بابا. آقا میدونم دست زنت گرفتی اومدی چی بکنین اینجا قدم میزنین مثل کسخول؟ های پیرمردین شما. ای وای ول کنم باز خانم بد میشه. خیلی یه سری آقایون گوهن، تنها آدم میره قدم میزنه دست زنت بگی بیا اینجا بذار قشنگ کونت پارو. آره من خودم تنها برای خودم دارم حال میکنم. آره این ماشین رو میتونستم بخرم و این دودر جدید برقی هست، ولی من برقی دوست ندارم. آره اینجا نشستن میبینی. آره خب بس دیگه، ماشین دیگه خراب میشه دیگه، باید بری خونه ماشین بذارم دیگه. دیگه بس. من داداش تا آخر عمر همین فرمونو خواهم رفت. نه نمیدونم اینترویو میرم و نه پینترویو میرم و نه این کسبازی ها میرم و همینجوری میرم سر کار رو میام غروب یه چرت میزنم و ماشین رو میگیرم یه کسچرخ میزنم و حال و حوصله نرم آجی. الان داداش اگه به من میگفتی پسر ترامپ هم بغلت باشه میگفتم هیچ خودم فقط حال نرم آجی. تو حال خودم هم داداش، خودم برای خودم واسه خودم یه سری چیزها رو فراهم کردم. فهمیدی؟ یه چیزی به شما بگم داداشی، حالا اگه متأهلی، حالا جدا از شوخی با خانومت با بچت یا خود تنها، سخت کار کن، نظم داشته باش، یه زندگی خوب برای خود درست بکن. میگم حالا داداش من خونه ندارم، حالا من دوست دارم زندگی کنم، ماشین دارم، یه جوری زندگی تو بکن. به خدا میگم من الان خودم تنهام دیگه داداش، نه دوست دختری نه هیچی. از دوست دختر خب یه 4-5 تا دوست دختر دارم، با اینا اوکی هم دیگه، یعنی بهشون دیگه درست حسابی میگم داداش من اهل ریلیشنشیپ نیستم دیگه. جیپ چرا داداش من شب روز با مردم دارم آنلاین صحبت میکنم، وقت ندارم. اگه فکر میکنی هیکلامون با هم دیگه میخوره، تو هم مجردی نمیخوای دوست پسر داشته باشی دیگه، تو راضی من راضی، بلا نسبت کسخار ناراضی. بعد اون به من میگه ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز ای نام. آره داداشی میگم دیگه میخوام ماشین رو ببرم خونه بذارم، به خدا خراب میشه دیگه. نه ببین چقدر قشنگه، نوع نه این ماشین نوعه. بعد من کسکش کی موقع فانتوم سوار بود که من بخوام اینجوری شخ بکشم جاده رو؟ الان یه دور زدم و دیگه به خدا به خاطر شما اومدم، به جان قدیر قسم. گفتم بابا چی این بدبختا همش باشگاه خودشون تو ایران کف کردن. گفتم بیا اینجا بشین بیا بریم، من حرف نمیزنم بیا. گفتم بریم باشه شما حال بکنیم، بیا الان من مثلا تنها تو حال خودم میخوام صحبتایی که خودم با خودم میخوام بکنم. آیسان خیلی کسخولی به خدا قسم. برو بچسب دنبال زندگی، یه دوست دختر بگیر بچسب به زندگی دیگه. آخه چی از صبح گوشی دسته تا شب؟ خب ولی آیسان یادت باشه هر کسی که زندگیشو وقف یه کاری کرد انرژی دنیا. بله میفرمودید. هر کی تو زندگیش داداش یه کاری کرد، تو همین دعایی که صبح میکنی اگر 2 نفر مشتی رو بیاری با خدا آشنا بکنی، میدونی زندگی چقدر پرنور میشه. آیسان جان تو فکر کردی تو 11 سال اومدی آمریکا داری کار میکنی، این زندگی زیر پای تو؟ مردم 40 سال تو آمریکا گرفتارن. همین کارهای توی که تک نفره تک رو رفتی با خدا بودی که خداوند ببین زندگی تو رو چقدر نورانی کرد. حالا نمیگم خداوند به تو مایه داد، ولی خداوند اومد به تو یه حتی داد، به تو نظمی داد که بتونی ادامه بدی. خب اینا از کجا میاد آیسان جان؟ از همین مردم. حالا تو مردم رو ول بکنی، این انرژی که پرورده. بله میفرمودید. هر کی تو زندگیش داداش یه کاری کرد، تو همین دعایی که صبح میکنی اگر 2 نفر مشتی رو بیاری با خدا آشنا بکنی، میدونی زندگی چقدر پرنور میشه. آیسان جان
تو فکر کردی تو 11 سال اومدی آمریکا داری کار میکنی، این زندگی زیر پای تو، مردم سال تو آمریکا گرفتارن. همین کارهای توی که تک نفره تک رو رفتی با خدا بودی که خداوند ببین زندگی تو رو چقدر نورانی کرد. حالا نمیگم خداوند به تو مایه داد، ولی خداوند اومد به تو یه جرأتی داد، به تو یه نظمی داد که بتونی ادامه بدی. خب اینا از کجا میاد آیسان جان؟ از همین مردم. حالا تو مردم رو ول بکنی، این انرژی که پروردگار به تو داده و فهمیدی که یه سلام میگی مردم دوست دارن، چرا بری با یه نفر بذاری وقتی میتونی 1000 نفر رو کمک بکنی آیسان؟ پس دهنت نگاهیدم آیسان جان، دوستت دارم، ادامه بده. کف کردی حاجی. جدا از شوخی این یه ماساژی میده که اصلا باورتون نمیشه، اصلا یعنی محکم ها، نه که فکر بکنی ماساژ الکی میده، نه اینکه خارجی بود 60 نشون میده. آره ماشین آخر نزدیک خیلی وحشتناکه، من به خدا به شما دروغ نمیگم. آخه خدا 100,000 بار شکرت ای خورشید تابان، نوکرتم به قرآن مجید. خدایا 100,000 مرتبه شکرت، خدایا 100,000 بار شکرت. خدایا من هیچ گوهی نیستم بدون تو، هیچ. و فکر نمی کنم ای پروردگار تو دنیا من جز به 100 تا آدم اولی هستم که نه زیاد مؤمنم که خستت بکنم خایمالی تو بکنم، نه زیاد کافرم. هر روز داداش دارم دعای خود جونم زنگ زد، اسمشو نمیخوام بگم. این صاحب این ماشینی که این ماشین اول مال عمو جان من بود، داره این ماشین خودش دیزاین کرده. آره یه حرکت باحالی میخوام روی این رویز بکنم، حالا نمیخوام بهتون بگم، میخوام یه خیلی قشنگش کنم. آره میگم میخوام برم خونه دیگه، خسته شدم، یه دور زدم، نمیخوام ماشین من خراب بشه. نه اینجا شیشه هستی، نه چقدر قشنگه ببین. آره خیلی خوشحالم که خدا رو شکر. زدی خارت خدا تو زدی وای میسی خارکوس یا کلاشینکوف 7 رو بکشم. چه لاتی هستی تو آیسی. آره گوش کن، میگم قایق و هفته دیگه داریم میریم. من هفته دیگه دوشنبه و سه‌شنبه که سن آنتونیو هستم، یعنی سه‌شنبه برمیگردم. چهارشنبه احتمالاً من و حاجی یه روز میخوایم بریم اوکلاهوما، 9 ساعت راهه. میریم اوکلاهوما، قایق رو میندازیم تو آب، یه دور میزنیم، اگه همونجا خوشمون اومد بهش دپازیت میدیم و دیگه تا 3-4 هفته دیگه داداش بذار من به تو بگم دیگه، من تو قایق دارم کباب میزنم، سلامتی جمع، اینو میخوریم گول نخوریم، سلامتی، سکه از زندون و سربازی و بیکه از سربازی و زندونی و نامرد من سلامتی. آره 4 هفته دیگه. آره الان دیگه داداشی بیا دیگه، من خودم تنهایی ام، انقدر افسردم. من پیر بشم باید کی منو نگه داره؟ من پیر بشم بخوام پیر بشم بخوام شاش کنم توی شلوار من؟ زن و بچم که ندارم. نه بابا کسخل، پول داری، کارگر بارگر میگه هستم با تو دیگه. نه با 3-4 تا فیلیپینی میاری سرکله اینا رو میزنی تو خونه هستی. کسخلی تنها بشی چیه؟ آره تو تنها میشی شاش میکنی تو شلوارت، خلوکسی. نه بابا شاش نکنی ها. این ماشین به روی مادرم، میگم ابروی من ماشین کردم، بهتر شد ابروام بلند بود، اینا ماشین زدم، اینا برعکس این ولی نه. گفتم خرابم بشه کس خواهرش دیگه موه دیگه، چی بکنم برادر، چی بکنم؟ آره اینجوری میگم این ماشین مال شماست، به روی مادرم قسم، فقط به خاطر شما میام بیرون یه دورمور بزنم اینا. ببین چقدر قشنگه، این ماشین مال شماه. بیا حالا یه آهنگ ناب بذارم، شما بشینین پشت فرمون، من دیگه خفه شم دیگه. بیا برو فردا ما قایق سواری بریم. آره این ستاره از زیرش رد میشه، یه تیم مثل شهاب سنگ نرفت این بار، یه لحظه بدم به خدا دیدم رفت. اینا دیدی؟ این خارگوسه چیه؟ خوب ماشون پاشون نمیده کنیم، ببینیم توهم زدیم. ستاره های سربی بود. یارو
استارباکس کافی بگیرم، یارو اون بغل نشسته بود گفت پایین اینجا اومدی، خارگوزه جا نمیشه. میبینی؟ آره اومدم یه کافی بگیرم برم خونه. محمدزاده و آقای وثوقی رو دیدی؟ خیلی حال کردم. خیلی با شما حال میکنم. قلب من از صدای جیگرهای من سرحال شن با این آهنگ. سیستمش حاجی یعنی میگاد. بچه‌ها سلام. 9 شب شنبه شب من دیگه امشب به خودم حال دادم، یه سالاد با کلاس برای خودم گرفتم با ماهی. داره موزیک و همجوری نشستم تو خونه. آره شما باور کنید من خونه خودم نشستم تنها برای خودم. کسخولم دیوانم مگه تنهایی تو خونه بشینم؟ بخوابین تو فردا من میخوام آب بازی. آره فردا صبح بیدار شدم میخوایم بریم آب بخوایم بریم 2 تا جت اسکی داریم من حاجی شریکی، یه دونه باند داره. آره با قایق و فلان و اینجا اونجا بریم برای خودمون دور بدیم با هم دیگه باید بریم. آفرین برو بخواب بیا.